سلام. امروز میخوام یه نون همه کاره بهتون یاد بدم، در کنارش غذای خیلی مقوی برای عصرونه هاتون. خب ببینید یه قاشق مخمر رو میریزیم داخل ظرفمون. همینطور من 1 کیلو آرد دارم. 1 کیلو آردم مواد خشکم و همه رو قاطی میکنم. 1 کیلو آردم میریزم توی این ظرفم و همینطور اینم میریزیم. بعد نمک هم بهش اضافه میکنم و بعد از اون هم یه دونه تخم مرغ دارم، اون یه دونه تخم مرغ هم بهش اضافه میکنم و بعد آروم آروم بهش آب ولرم اضافه میکنم، آبی که دستو نمیسوزونه و ولرم شده. و شروع میکنم به ماساژ دادن نزدیک 10 دقیقه تا 1 رو این باید ماساژ داده بشه. الان وقت خمیرمون به این شکل در اومد. ببینید به هیچ عنوان به دست من دیگه نمیچسبه. خمیر به این شکل در اومد. ما اینو میذاریم 1 ساعت استراحت کنه. دوباره بعد از 1 ساعت بعد ماساژ بخوره و روغن بهش اضافه بشه. بریم ببینیم چی میشه. ببینید به این مرحله ما بهش به اندازه 4 تا 5 تا قاشق روغن اضافه میکنیم. دوباره ماساژ میدیم و خمیرمون رو باز میکنیم برای هر کاری که میخوایم ازش استفاده بکنیم. ببینید من اینا رو به این شکل قالب زدم. حالا از موادی که آماده کردم میذارم داخل این نون، داخل این خمیر و اینو به این شکل میبندیمش. خب ببینید به این شکل، اول به این شکل، بعد حالت این شکلی میپیچیمش. به همین شکل تمام خمیراتون رو آماده میکنید و بعد سرخش میکنید یا میتونید بذاریدش داخل فر. با این خمیر شما میتونید خمیر پیتزاتون، خمیر پیراشکی و حتی باهاش نون درست بکنید که من تو آموزش بعدی بهتون میگم. قبلا هم فکر میکنم بهتون گفتم. بریم ببینیم آخر کارو. برای مواد میانی که میخوایم درست کنیم اول از همه یه دونه پیاز رو خورد میکنیم، قشنگ سرخ میکنیم. بعد عدسی که از قبل پختیم که عدسمون رو بیشتر از حالت عادی میپزیم، نمک و فلفل و زردچوبه و ادویه دیگه که دوست داشته باشید میتونید توش اضافه بکنید و مواد میانی آماده میشه. بهتون نشون میدم. پیاز به این حالت که رسید زردچوبه رو میریزیم که قشنگ تف بخوره باهاش. فلفل سیاه، فلفل قرمز. شما میتونید ادویه‌هاتون رو به میزانی که دوست دارید غذاتون تند بشه بیشتر بریزید یا حالا هر مدل ادویه‌ای که دوست دارید. من این 3 قلم میریزم و نمک. حالا عدس‌ها رو توی مرحله بهش اضافه می‌کنیم. وقتی که ببینید توی پیراشکی که من درست کردم شما میتونید گوشت هر چیزی که دوست دارید بریزید. من خواستم پروتئینی بشه و همین دلیل عدس‌ها اینم باشه تفت میدیم و تمام میذاریم مواد رو کنار تا خمیرمون آماده بشه. تمام. که داغ که شد اینا رو میذاریم داخلش تا قشنگ سرخ بشه. یه نکته که فراموش کردم بهتون بگم، نکته این بود که شما وقتی دارید خمیر پیتزا آماده میکنید میتونید خمیرتون رو قبلش بذارید تو فرن یک مقدار نیم پز بشه تا اون خمیر ترد و خوشمزه پیتزا رو داشته باشید. هرچی از تردی و خوشمزگی این نونا بگم کم گفتم. یه غذای فوق‌العاده مقوی، پروتئینی و عالی. رادین جون اینو تست بکن عزیزم ببین چه جوره پسرم. شما بافتو ببینید چقدر عالیه. یه غذای بسیار خوشمزه است. میتونید این نونا رو هم برای اینکه اگه دوست دارید که مثلا چاق نشید یا حالت رژیم طور باشه توی فر بپزیدش. نوش جونتون.